هر کسی ازدواج کرد بعد از ازدواج باید به خودش بگه این مقدر من بوده و خدا خواسته من با این همسر رشد کنم. ازدواج چیزیست که ما درش دخالت داریم، اما این بحث میزان دخالت ما در انتخاب مال قبل از ازدواجه. بعد از ازدواج ما دیگه در مورد این که آیا اشتباه کردیم یا نه، آیا این فرد برای ما مناسب هست یا نه فکر نمی کنیم و میریم تو این فضا که خدا این فرد رو، این مرد رو با این کاستی ها، با این نقاط قوت، این زن رو با این کاستی ها، با این نقاط قوت برای من معین کرده که من باهاش رشد کنم. عامل دومش هم خیلی کوتاه بگم این هستش که آقا پسرها و دختر خانومها به نامحرما قبل از ازدواج زیاد نگاه نکنن، چون در دوران مجردی وقتی ازدواج تأخیر افتاد برای پسر یا برای دختر، مرغ خیال پرواز میکنه، یه شوهر